سلام بچه ها، امروز اومدم یکی از خاص‌ترین جاهای دنیا، پارک گوئل در بارسلونا. اما قبل از اینکه با هم توی این پارک بگردیم، بذارین یکم درباره کسی بگم که این همه زیبایی رو ساخته. آنتونی گاودی. گاودی یکی از معروف‌ترین معمارهای اسپانیاست، کسی که هرچی ساخت با بقیه فرق داشت. اون از بچگی عاشق طبیعت بود و همین باعث شد سبک خاص خودشو پیدا کنه. اگه دقت کنین توی همه کاراش خطوط صاف خیلی کم دیده میشه، چون میگفت توی طبیعت هم هیچ چیزی کاملا صاف نیست. به جاش از طرح‌های خمیده، رنگ‌های شاد و شکل‌های زنده استفاده میکرده. پارک گوئل یکی از معروفترین آثارشه. اول قرار بود یه محله مسکونی لوکس باشه، ولی بعد تبدیل شد به یه پارک عمومی. یه دنیای رنگی و پر از انرژی مثبت. اینجا هر گوشش یه داستانه. از اون پله‌های معروف با مار رنگی گرفته تا نیمکت‌های موزاییکی که وقتی روشون میشینی حس میکنی بخشی از نقاشیه. گاودی دوست داشت طبیعت رو با معماری ترکیب کنه. برای همین هرچی اینجا میبینی از شکل درخت‌ها و کوه‌ها الهام گرفته شده. حتی ستوناش شبیه تنه درخته و مسیراش مثل رودخونه پیچ و تاب داره. وقتی اینجا راه میری حس میکنی وارد یه دنیای خیالی شدی. دنیایی که پر از رنگ، پر از آرامش، خلاقیته. و شاید برای همینه که هنوز بعد از 100 سال پارک گوئل یکی از پربازدیدترین جاهای اسپانیاه. من توی این ویدیو از بخش مختلف پارک فیلم گرفتم، از منظره های بالای شهر گرفته تا جزئیات ریز موزاییکا که هر کدوم یه اثر هنری هست. 카톡은 안 가고 네 카톡은 올까? 난 데이터가 되게 잘 돼. اگر یه روز به بارسلونا اومدین حتما وقت بذارید و بیاین اینجا. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودین. یادتون نره لایک کنین، نظرتون رو بنویسین و اگه دلتون خواست ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. تا ویدیوی بعدی و تجربه های تازه، خداحافظ.